خب آیا 1000 بار استغفرالله گویم یا که یک باره 1000 استغفرالله 1000 استغفرالله گویم ثوابش بهتر است؟ نه، 1000 استغفرالله 1000 استغفرالله نگویید. استغفرالله اتوب الیه استغفرالله اتوب الیه که استغفرالله استغفرالله گفته مقصد تا 1000 روید یا زیاده از این روید. خیلی نیکی 10,000 مراتب استغفرالله اتوب الیه خیلی وارد نشده. فقط در ذکر صباح یک دعا هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه سبحان الله و بحمده عدد خلقه. سبحان الله و بحمده بر عدد خلق الله تعالی. عدد خلق الله تعالی رو کسی نمیداند. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه، تا راضی شدن نفسش، و زینت عرشه، تا وزن عرشش. عرش چند کیلوگرم است؟ عرش از همه بزرگترین مخلوق است از روی حجم. از روی حجم برای چی؟ برای که از همه بزرگترین مخلوق از روی مکانت و منزلت این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از روی آبرو، از روی مکانت، از روی قدر این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و از روی حجم عرش است، چون که عرش تمامی مخلوقات را احاطه کرده گرفتگی هست. همه مخلوقات در زیر عرش هستند. حتی جنت هم در داخلی در پایان عرش است. در بالای جنت عرش است. و تمامی مخلوق ها، 7 قبض آسمان و زمین و همش در نزد عرش، در نزد کرسی مانند یک انگشترین در صحرا است. کرسی و تمامی مخلوق ها در نزد عرش مانند یک انگشترین در پیش صحرای کلان است. بنابراین عرش بسیار مخلوقی بزرگ است. بر وزن عرش برای تو سبحان الله و بحمده گفتم. سبحان الله حمد عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و میداد کلماته. به قدری رنگ هایی که سخن الله تعالی را می نویسد. سخن الله تعالی همین خیلی زیاد است که سخن الله تعالی فقط قرآن نیست. هر روز حکم های الله تعالی هست. فلانی مر، فلانی به دنیا آر، فلانی مفلس شو، فلانی به بلا گرفتار شو، فلانی موفق شو. این همش فرمان های الله تعالی، این سخن های الله تعالی هست. این کلمه های یعنی سخن الله هست. الله تعالی میگه که اگر تمام درخت های روی زمین قلم شود و تمام بحرها و اقیانوس‌های روی زمین آب‌هایی که از اینا رنگ شود و بالای این با 7 مراتبه دیگر رنگ ریخته شود، سپس با این درخت‌ها هر یک این درخت‌ها را گیریم شاخه‌هاش قلم سازیم، با اون قلم‌های با این رنگ‌ها سخن‌های الله تعالی نویسیم، من نفیدت کلمات الله، سخن‌های الله تعالی تمام نمیشد. یعنی سبحان الله و بحمده عددی میداد کلمات، یعنی به قدری رنگ هایی که سخن الله تعالی نوشته میشد. این نوع ذکر از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است. ما از پیش خود یگان ذکر پیدا نمیکنیم. نمیگوییم که 1000 مره استغفر الله، 1000 مراتبه استغفر الله گوییم، اگر این جای 1000 مراتبه نمیگیرد، جای یک مراتبه میگیرد. بنابراین 33 مراتب سبحان الله گفتن تمام نمیکنیم، بلکه 33 مراتب سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفته 33 مراتب میگیم.